درود خدمت دوستان و همکاران عزیزمون. امروز اومدیم برای تنظیم کردن و ریست کردن قسمت کلاج یاماهای توربو یا تکس مکس یا همون کلاج برقیمون که چجوری بتونیم آقا تنظیمش کنیم و ریستش کنیم. این گزینه رو بگم که برای اولین بار تو ایران تونستیم آقا بابت ریست کردن و تنظیم کردن فقط رو دستگاه اورجینال این کار انجام میشد. تونستیم با همکاری مجموعه ما و شرکت موتورآزما به صورت فارسی شده تو دیاگ موتورآزمای سمین اضافه کنیم و که بتونیم آقا کل سرتاسر کشور همکاران عزیز بتونن استفاده کنن. با ما همراه باشید برای تنظیم کردن و ریست کردن قسمت کلاج توربوی یاماهای نسل جدیدمون که کاراشون رو انجام بدیم. قسمت کلاجو حالا ما که ویدیو یکم کوتاه‌تر بشه قسمت کلاج باز کردیم، فولی قسمت جلو رو آزاد میکنیم، تسمه رو از قسمت جلو آزاد میکنیم و فولی پشتم کامل در میه و پیچ‌های دور تا دور درب خود گیربکسمون رو آزاد میکنیم. پیچ‌ها رو کامل باز میکنیم. یه نکته که وجود داره، یه پیچ آلنی این زیر تهویه شده. این پیچ نه برای چک کردن روغنه نه برای ریختن روغن. این گزینه هم که چون پوسته بسته شده با آلن آزادش میکنیم که دیگه نیازی به فشار آوردن بیش از حد یا ضربه زدن روی زمین نباشه. پیچمون که آزاد شد درب رو نمیتونیم در بیاریم. این سنسور با یه رابطی متصل شده به دنده های گیربکس. پیچ‌های آلنی پیچ‌های روی سنسورمون که آزاد کردیم سنسور رو جدا میکنیم. سوکتش هم میتونیم جدا کنیم، هم میتونیم روی سیمکشی سنسورمون باقی میمونه. یه فولی داریم که داخلش یه میله تهویه شده که به گیربکس متصل شده. این میله هم متصل به زاویه خود سنسورمون که سنسورمون رو تو هر زاویه‌ای که گیربکس داره تغییر میکنه نشون بده چه پارامتری و چه عددی برای ECU ارسال کنه. زمانی که میخوایم اینو در بیاریم یه کوک مخصوصی داره که باید 90 درجه بچرخونیم تا بتونیم این قطعه رو از جاش خارج کنیم. این قطعه که خارج شد یه فنر کوکی داره، به این فقط توجه کنید که کوک اینو به هم نزنید یا زاویه فنر رو تغییر ندید. قسمت کلاج رو آزاد میکنیم. دنده خود فولی کلاجمون که متصل به گیربکس الکترونیکیمون کلا از خود پوسته جدا میکنیم و دو تا قطعه مثل رزوه با هم متصل شده. یعنی دنده رزوه‌ای داره اینجا که اینا با هم دیگه کار شتابگیری خود موتور رو داره انجام میده طریق یه موتور الکترونیکی. حالا ما میخوایم بیایم طریقه مچ شدن. الان زمانی که شما همچین کاری انجام بدید بخوای کاستمد این فولی رو عوض کنید یا تسمه پاره شده باشه، این تنظیمات این فولی با دریچه گاز با سنسوری که روی گیربکس تهویه شده به هم میریزه و مجبوریم مجدد اینو بیایم تنظیم کنیم و ست کنیم. اولین گزینه‌ای که باید انجام بدیم اینه که فولی رو کامل سفتش میکنیم به این نقطه‌ای که بیفته که این زبونه به این خار گیر کنه. حالا میخوایم فولیمون رو تو موقعیتش قرار بدیم. یه زبونه چاکنتی هم روی پوسته درب خود گیربکس تهویه شده که زبونه خود دنده با این باید مچ باشه. این زبونه رو تنظیم میکنیم کاملا رفت جا. الان به این شکلی که مشاهده میکنید
فولی دنده ما کامل رفته جا و الان روی تایم خودش قرار داره. شما هر زمان که اینو تکون بدید تایم این به هم خواهد ریخت. اینو همینجا قرار میدیم و دنده هایی که روی گیربکس رو چک میکنیم که یه موقع جاش زمانی که میخواستیم در بیاریم در نیاد. یه نکته دیگه وجود داره، یه اورنگی روی این پوسته این قسمت وجود داره که برای فشار روغنه که از این بوش رد میشه که روغن داخل دنده ها بچرخه. این بوش رو دور این رو قرار بدید که اورنگ پاره یا خراب نشه. بوشمون رو میزنیم جا، فولیمونم تنظیم میکنیم. حالا این سوراخی که اینجا تهویه شده بود به این دلیله که ما بتونیم دنده گیربکس رو به آرومی خیلی کم تکون بدیم که با دنده این استارده با همین دنده موتور توربومون تنظیم بشه تا پوسته به راحتی جا بره. پوستمون الان کامل جا افتاد. دنده هم که تکون میدیم یه خلاصی خیلی کمی باید داشته باشه. تمام قسمت‌های پیچ‌های دور رو بستیم، همه رو کامل کردیم. حالا باید شستشوی کلی بشه، به خاطر اینکه ما می‌خوایم ویدیو بگیریم که وقت اینو میذاریم مال بعد شستشو. بعد این رابطی که ما بین سنسورمون و قسمت دنده گیربکسمون قرار داره یه شفتی داره که با یه فنری باید کوک بشه. این کوکی که الان داره زمانی که زبونه بزرگ این قسمت هستش، این قسمت زبونه بزرگ باید روبروی این زائده‌ای که هستش قرار بگیره که این زائده دقیقاً داخل اون قسمت چاگنتمون قرار میگیره که موقعیت خود دندمون رو بسنجه. حالا چجوری اینو کوکش بکنیم؟ زمانی که می‌خوایم جا بزنیم با همین زاویه‌ای که به این شکل به سمت بیرون هستش رابطمون رو رد می‌کنیم پایین. الان رفت پایین. به کف که رسید 90 درجه به سمت جلو میچرخونیم تا از این پیش به پیش بعدی برسه. 90 درجه چرخید زبونه داخلمون یعنی رابط داخلمون کوک یعنی تکون نمیخوره. سنسور رو هم نگاه میکنیم که زاویهش با این درست باشه که الان درسته و سنسور رو میذاریم سر جاش، ولی پیچاشو نمیبندیم که میخوایم با دستگاه بخوایم ریستش کنیم تنظیمش کنیم به راحتی بتونیم تنظیمون رو انجام بدیم. قسمت فولیمون هم چک میکنیم که چربی نداشته باشه، باید اینا شستشو بشه. حالا ما همینجوری میبندیم که فقط براتون ویدیو رو ضبط کنیم. فولی رد میکنیم، تسمه اصلیمون هم متصل میکنیم. این نکته رو فراموش نکنید که شما تا زمانی که کل قطعات رو نبستید نمیتونید ریست رو انجام بدید که بتونه گیربکس و ECU با هم مچ بشه. قسمت جلو تسمه رو آزاد میکنیم، مهرمون رو به ته میرسونیم که تسمه آزاد باشه. حالا نکته بعدی، نباید تسمه این همه شل باشه، یعنی قسمت کلاج عقب رو کاری باید بکنیم که تسمه رو سفت نگه داره. تسمه تقریبا سر جاش نشست، چون اگه تسمه شل باشه میاد تو بالای فولی قرار میگیره. زمانی که توی ست کردن موتور میخواد فعال بشه که اینو ریستش کنه
از تنظیم و مچ بودن دوباره در میاد. میریم که دستگاه دیاگمون اتصال کنیم و متصل کنیم و ریست رو انجام بدیم. دیاگ موتور آزمامون رو به کابل دیاگمون متصل میکنیم، سویچ موتور رو باز میکنیم، تو قسمت موتورسیکلت ایبیابی و بخش یاماهامون رو انتخاب میکنیم. یه گزینه جدیدی داخل قسمت یاماها به اسم گیربکس اضافه شده، تاییدش میکنیم. به گیربکس که به این ایستیو که این بالا هستش متصل میشه و تمام قسمت های خواندن خطا، پاک کردن خطا، پارامترها و تست سنسور اینا رو همه رو داخل گزینه هاش داره. ما تو تنظیم موقعیت گیربکس ورود میکنیم. اینجا یه مقدار تنظیمی نوشته سنسور قرقره یکمون، یعنی مال سنسور جلومون. نکنید که تغییر ما که میدیم اینجا ولتاژش تغییر پیدا میکنه. ما باید اینو روی 1600 زمانی که کل تصمه در میاد مثل این که الان ما باز کردیم، باید روی 1600 تنظیمش کنیم و قسمت الان 1607 قسمت ریست رو میزنیم و ریست رو به درستی برای ما انجام میده. این صدایی که شنیدید برای تنظیم گیربکس بود. الان گیربکس رو ریست کرد و کاملا الان تنظیم شده است. زمانی که ریست میکنه میره عقب میاد جلو، تو درجه‌ای که خودش بخواد وای میسته. سنسور موقعیت پیچش هم تقریبا رو همین پایه داره وای میسته. ما الان پیچ رو صفر کنیم، قسمت ریست دستگاهمون انجام شده.